التهاب معده چیست و این ناراحتی معده چگونه درمان می شود؟ روحی، سه‌شنبه 30 میزان 1398. التهاب معده التهاب ناراحتی و فرسایش استر معده است که می توان به شکل ناگهانی عاد و به تدریج مزمن ظاهر شود. التهاب معده تشریح کننده گروهی از بیماری های معده بوده که در یک موضوع یعنی التهاب معده مشترک باشد. التهاب معده عموما ناشی از عفونت و آلوده شدن به همان باکتریایی هست که باعث زخم معده می شود. آسیب دیدن، مصرف منظم داروهای مسکن و نوشیدن الکل نیز می تواند باعث التهاب معده شود. ورم معده می تواند باعث زخم معده و همچنان افزایش خطر سرطان شود. دلیل ورم معده: ورم معده ممکن است در نتیجه مصرف الکل، استفراغ مزمن، استرس و یا مصرف داروهای خاص همچون اسپرین و یا سایر داروهای ضد التهاب رخ دهد. ورم معده همچنین در نتیجه عفونت هگلوباکتریا. این باکتریا نوع باکتری بوده که در مخاط معده زندگی می کند. بدون درمان کردن عفونت می تواند باعث زخم معده و در بعضی از افراد سرطان معده شود. کمخونی خطرناک: این نوع کمخونی زمان رخ می دهد که معده قادر به جذب و هضم ویتامین B12 در بدن نشود. ریفلاکس صفراوی: بازگشت صفرا از کیسه صفرا به معده شما. عفونت های ناشی از باکتریاها و ویروس ها اگر ورم معده درمان نشود می تواند باعث از دست دادن شدید خون شده و می تواند باعث افزایش خطر سرطان معده شود. علائم ورم معده کدام ها است؟ علائم کاستوریس ورم معده بسته به افراد متفاوت بوده و حتی خیلی از افراد علائم این بیماری را حس نمی کند. با این حال اگر علائم ظاهر شود شایع‌ترین آنها عبارتند از تهوع و یا ناراحتی همیشگی معده، باد و نفخ شکم، درد شکم، استفراغ، سوء هاضمه، احساس سوزش در معده بین غذاها و یا هم از طرف شب، استفراغ خون و یا مواد شبیه قهوه، مدفون خونی و تیره. عوامل خطر ابتلا به ورم معده را افزایش میده کدام ها است؟ عواملی که خطر ورم معده را افزایش میدهد شامل عفونت‌های باکتریایی. هرچند عفونت هگلوباکتریا در بین شایع‌ترین عفونت‌های بین انسان‌ها میباشد، فقط بعضی از افراد آلوده به آن دچار کاستوریس و یا سایر اختلالات معده میشوند. پزشکان معتقدند حساسیت در برابر باکتریاها ممکن است در نتیجه عوامل ارثی و یا سبک زندگی همچون سیگار کشیدن و استرس بالا باعث ابتلا به این مشکل شود. مصرف مرتب مسکن‌ها معمولاً از قبیل اسپرین، بروفین می تواند باعث ورم حاد و یا مزمن شود. مصرف مرتب این مسکن‌ها و یا مصرف زیاد آنها می تواند استر معده را ضعیف نماید. معمولاً در اثر مصرف کم و گاهی اوقات این داروها باعث ابتلا به ورم معده نمی شود. همچنین استامینوفن نیز باعث ابتلای ورم معده می شود. افزایش سن: بزرگسالان و افراد مسن در خطر بیشتری برای ابتلا به ورم معده می باشد. استرس شدید در اثر جراحی‌های بزرگ، آسیب دیدن، سوختگی و یا عفونت شدید می تواند باعث ورم معده حاد شود. حمله سیستم ایمنی بدن به معده: در این ورم معده که به آن ورم معده خود ایمنی می گوید، سیستم ایمنی بدن شما به معده حمله می نماید. ورم معده خود ایمنی افراد مبتلا به بیماری های دیابت نوع 1 معمول تر می باشد. ورم معده خود ایمنی ممکن است همراه با کمبود ویتامین B12 باشد. سایر بیماری ها و مشکلات ورم معده ممکن است همراه سایر مشکلات همچون HIV ایدز، بیماری های عفونت های انگلی همراه باشد. عوارض ورم معده کدام هست؟ ورم معده درمان نشده می تواند باعث زخم معده شود. به طور بسیار نادر بعضی از آن ورم معده می تواند باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان معده شود. در صورت جواب ندادن درمانان با پزشک خود مشورت نمایید. نوع تشخیص بیماری ورم معده چگونه است؟ برای تشخیص ابتلا به ورم معده پزشک سابقه بیماری های شما و خانواده تان را بررسی می کند. شما را کاملا معاینه کرده و بعضی از آزمایش های ذهنی را توصیه می کند. اندوسکوپی فوقانی، آزمایش خون، تست خون منفی در مدفون. درمان ورم معده چگونه است؟ درمان ورم معده بسته به دلیل آن متغیر می باشد. ورم معده که در نتیجه مصرف الکل و یا داروهای غیر استری بوده و با توقف مصرف آن بهبود می یابد. ورم معده مزمن که در نتیجه عفونت هگلوباکتریا با آنتی بیوتیک بهبود می یابد. در اثر موارد پزشک شما برای درمان شما از داروهای کاهن اسید
ویتامین د اسید استفاده می نماید. در صورتی که ورم معده در نتیجه کمخونی خطرناک است، پزشک برای شما از مکمل های حاوی ویتامین B12 استفاده می نماید. درمان ورم معده با تغییر سبک زندگی. در صورت رعایت موارد ذیل ممکن است کم بهبود یابید. وعده‌های کوچک و بیشتر. در صورتی که دچار سوء هاضمه پی در پی هستید، سعی کنید وعده‌های غذایی خود را کوچکتر و تعداد آن را بیشتر نمایید. اجتناب از خوراک‌های ناراحت کننده. اجتناب از خوراک‌هایی که معده شما را ملتهب می‌کند، بخصوص خوراک‌های اسیدی، سرخ شده، عضویت‌دار و یا چرب. مدیریت استرس میتواند باعث بدتر شدن و ورم معده شود. هرچند اجتناب از استرس سخت است، اما می شود با یادگیری راههای آن را کنترل نمود. توکل به خدا و نهایش بهترین راه کنترل استرس می باشد. توعیض داروی مسکن. در صورتی که به صورت منظم از داروهای مسکن استفاده می کنید، با پزشکان درباره داروهای جایگزین همچون استامینوفن مشوره نمایید. پیشگیری از التهاب معده. یکی از راههای پیشگیری از التهاب معده پیشگیری از آلوده شدن به باکتریای هیکلوباکتریا می باشد. شواهد نشان می دهد که این باکتریا از انسان به انسان و یا از طریق غذای آلوده منتقل می شود. دستای خود را به طور مرتب با صابون و آب بشویید و غذاهای کاملا پخته شده استفاده کنید. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.